سیلی عشق، قسمت ششم. آقایی بود که پسرش در درس ریاضی سوم راهنمایی مشکل داشت. گفت خانم، من بازاری هستم، پولش مهم نیست، این پسر من را بپذیرید و از اول ریاضی را با او کار کنید. ما همیشه با این بچه مشکل داریم. گفتم مطمئن باشید رضایت شما را جلب می کنم. آدرس دادم و گفتم ساعت 4 بعد از ظهر او را به خانه من بفرستید. بعضی ها زنگ می زدن و فقط اطلاعات می گرفتن. خب آن آقا که نگفت چقدر می گیرید، به خاطر اینکه وضع مالیش خوب بود، اما واقعا من از قیمت ها چیزی نمی دانستم. به سراغ برادر شوهرم رفتم و از او پرسیدم. او گفت ریاضی گرانتر از بقیه دروس است، حداقل ساعتی 25 تومان باید بگیری. اما تو با 3 بچه چطور میخواهی تدریس خصوصی کنی؟ مگر طاهر به تو پول نمیدهد؟ سرم را پایین انداختم و حرفی نزدم. او هم سری تکان داد. تلفن ها ادامه پیدا کرد و تعداد دانش آموزانم زیاد شدند. من از ساعت 3 بعد از ظهر تا 7 شب شاگرد خصوصی داشتم. باید به بچه های خودم هم می رسیدم. از مدرسه که به خانه برمیگشتم، آن هم تا بچه ها را از مهد کودک بگیرم، وقتی نداشتم. در نتیجه نهار بچه ها غذاهای مختصری شد و چون خسته بودند میخوابیدند. دختر بزرگم هم بسیار لجباز و تندخو شده بود، به طوری که بعضی وقتها جلوی شاگردانم آبرویم را می برد. او حالت طبیعی نداشت که بتوانم باهاش صحبت کنم و آرامش کنم. فقط باید رفتاری می کردم که روی دنده لجبازی نیفتد. وقتی درس ها را خوب به دانش آموزانم میفهماندم، بهشون چند تمرین میدادم و خودم غذایی درست میکردم، غذایی که وقت زیاد ازم نگیرد. کم کم دانش آموزانم بیشتر شدند، به طوری که مجبور شدم در 1 ساعت 2 یا 3 نفر را بگیرم. اما با تمام نیرویم به آنها درس میدادم و سعی میکردم درس ها را کاملا به آنها تفهیم کنم. از این طریق توانستم از نظر مالی کمی نفس بکشم، اما آنچه بسیار رنجم میداد لجبازی های دخترم بود و متلک های زنداداش که در حیات خانه رفت آمد میکرد و متلک میگفت و سر به سر دختر لجباز من هم میگذاشت، به طوری که ساعت خوش زندگی من ساعاتی بود که در مدرسه بودم و با خانم دفتردار درد دل میکردم. او دلداریم میداد. آن خانم مهربان همیشه میگفت نگران نباش، این دوران میگذرد. بچه‌هایت را خوب تربیت کن و منتظر روزهای خوب باش. وقتی پولهای دانش آموزان خصوصیم رسید کمی جان گرفتم. از مدرسه مرخصی ساعتی می گرفتم. دخترم را پیش دکتر متخصص می بردم و او داروهایی داد که سرع دخترم آرام شود و خواب آور بود. دخترم دوره دبستان را تمام کرده بود. او و سایر بچه های من هوش فوق‌العاده‌ای داشتند و این بزرگترین دلخوشی من در زندگیم بود. دخترم آهو با خوردن داروهای آن دکتر متخصص سرش آرام گرفت، اما لجبازی و عصبانیتش همچنان ادامه داشت و داروها باعث می شد که او روز به روز چاقتر شود. او گفت دیگر مدرسه نمی روم. مجبور بودم قبول کنم. می دانستم که بچه ها سر به سرش می گذارند و عصبیش می کنند. او که در خانه ماند علیرغم میل باطنیم کمک بزرگی برای من شد. با یک توضیح کوچک می توانست غذا بپزد، به نظافت خانه می رسید و متاسفم که بگویم من دوباره باردار شدم و 2 سال پشت سر هم 1 دختر و 1 پسر دیگر به دنیا آوردم. دیگر خجالت می کشیدم جلوی همکارانم ظاهر شوم. تدریس خصوصی هم ادامه داشت و بی تفاوتی طاهر نیز ادامه داشت. 1-2 بار در طول سال، بیشتر در تابستان، مسعود به سراغم می آمد و سری به من می زد. بچه هایم او را خیلی دوست داشتند. او 1 بار از من پرسید فرزانه خوشبخت هستی؟ گفتم چرا نباشم، من با 1 مجسمه ازدواج کردم. او نه احساس دارد نه شعور.
همسر و پدر بودن مگر از این بهتر هم می شود؟ او سری تکان داد و از وقتی این حرف را زدم بیشتر به من سر می زد. از برادر بزرگ و خواهرم هیچ خبری نبود و فقط حالشان را از مسعود می پرسیدم. مسعود همچنان تنها زندگی می کرد و بسیار لاغر و تکیده شده بود. بچه ها مسعود را خیلی دوست داشتند و به او اصرار می کردند بیشتر پیش ما بیاید. او هم بچه ها را خیلی دوست داشت و در هر فرصتی به ما سر می زد. من همیشه غمگین بودم. برادر شوهر کوچکم ازدواج کرد و از آن خانه رفت، اما برادر شوهر بزرگم خیلی مرا درک می کرد و گاهی دور از چشم زنش مرا نصیحت می کرد و می گفت مبادا خسته شوی و یک وقت از اینجا بروی. اینها بچه به تو نمی دهند و این بچه ها با وجود مادری چون تو عاقبت به خیر می شوند. بمان و آنها را بزرگ کن. برادرم را ندیده بگیر و عشقت را به بچه هایت منتقل کن. بچه ها داشتند بزرگ می شدند. کار به جایی کشید که بیشتر شبها هم طاهر به خانه نمی آمد. راستش من هم از خدا خواستم بود که او به خانه نیاید و بچه ها او را مست و لات مسلک نبینند. کار شاگردان خصوصی هم بالا گرفته بود، به طوری که دیگر هیچ وقتی برای اضافه کردن آنها نداشتم. آهو کمک بزرگی برایم بود، اما بعضی روزهایی که من در مدرسه بودم زنداداش او را اذیت می کرد و سر به سرش می گذاشت. گاهی هم کتکش می زد. برایم غیر قابل تحمل شده بود. خب این بچه من که مریض بود دیگر آزار رساندن به او را چطور تحمل می کردم؟ یک بار به مادر شوهرم شکایت کردم. او گفت آهو دختر بد و لجبازی است، حقش است کتک بخورد. به برادر شوهرم گفتم. او را سرزنش کرد و گفت حقی نداری با این بچه کاری داشته باشی. جمعه ها کار من خیلی سخت تر از روزهای عادی بود. من باید بچه ها را به حمام می بردم و وقتی از حمام برمی گشتیم می بایست لباس هایشان را می شستم. جمعه شب که می شد من از حال می رفتم و صبح شنبه دوباره روز از نو، روزی از نو. یک بار که مسعود یک هفته پیش من ماند و روزگار مرا دید، یک روز که من در خانه نبودم رفت و یک ماشین لباسشویی برایم خرید و چون اطلاعات فنیش خوب بود توانست آن را در همان آشپزخانه کوچک نصب کند. وقتی به خانه آمدم او مشغول لوله کشی بود و من او را خیلی دعا کردم. به تابستان رسیده بودم، اما می بایست هفته 2 روز شنبه و 4 شنبه به مدرسه می رفتیم. با اجازه خانم مدیر قرار گذاشتیم من و همکارم هر کدام یک روز از هفته را به مدرسه برویم و من توانستم کمی نفس بکشم. شاگردهای خصوصیم را داشتم و خیلی هم زیاد شده بودند. آنها تجدیدی داشتند و فقط 2 ماه می بایست با آنها کار می کردم. همیشه من در این کار موفق بودم. پول خوب از پدرانشان می گرفتم، اما بچه هایشان را هم در درس ریاضی قوی می کردم. در این میان همیشه 1-2 تا بچه هم بودند که والدینشان توان پرداخت پول نداشتند و من به آنها رایگان درس می دادم. من همه رنگ زندگی را تجربه کرده بودم و روی همه سختی ها و مشکلات زندگی تجربه داشتم. یک شب که طاهر به خانه آمد و الکل تا گلویش خورده بود به رخت خواب رفت. متوجه شدم نفسهایش حالت طبیعی ندارد. برادرش را صدا زدم تا او را دید، اورژانس خبر کرد و او را به بیمارستان بردند. برادرش به همراهش رفت. بچه ها همه در خواب بودند. آنها به نبودن پدر عادت داشتند. او را در بیمارستان بستری کردند و در کما رفت. شهریور ماه بود. شاگردانم دیگر نمی آمدند. مشغول برگزاری امتحانات تجریدی بودند و بعضی روزها عصرها سری به طاهر می زدم. در CCU بود. 2 هفته طول کشید و سرانجام چشمانش را برای همیشه بست. پسر کوچکم 5 ساله بود و دختر کوچکم 6 ساله. این بچه ها سرشار از هوش و زیبایی بودند و من کلاً 14 سال با طاهر زندگی کرده بودم.
برادر و مادر طاهر مراسم ختم و پایان زندگی او را برگزار کردند. او بازنشستگی نداشت و تنها کاری که کرده بود، البته به پیشنهاد برادرش، برای هر یک از بچه‌ها 6,000,000 تومان در بانک گذاشته بود که من از آن بیخبر بودم. از همان پولهایی که متاسفانه از نظر من حرام بود، اما واقعا به من و بچه‌هایم ربطی داشت و برای آنها شاید بتوانم بگویم حلال بود. برادر شوهرم تمام سعیش را کرد که بتواند آن چک‌ها را بدون نزول، همان را که قرض کرده بودند، از بدهکاران پس بگیرد. تعدادی قبول کردند و مبلغی پرداختند، تعدادی هم گم شدند و دنبال کارشان رفتند. در آن موقع مثل حالا قیمتها سرسام‌آور نبود و من توانستم سرپرستی بچه‌ها را به عهده بگیرم و با پولهای آنها و آنچه که برادر شوهرم از بدهکاران گرفته بود، یک خانه 2 طبقه کوچک بخرم. خانه‌ای با 5 اتاق و حیاطی کوچولو در خیابان امیریه تهران. به آنجا اسباب کشی کردم. مسعود خیلی کمکم کرد، هم در اسباب کشی و هم در نصب کولر و وسایل مورد نیاز. سرانجام بعد از 15 سال من به یک زندگی مستقل رسیدم. بچه‌هایم را برداشتم و از آن خانه خارج شدم. برای آنکه از آن محل هم فاصله بگیرم، مدرسه‌ام را هم به منطقه 8 آموزش و پرورش منتقل کردم. می‌خواستم گذشته‌ام را به دور بریزم و یادی از آن نکنم. در مدرسه جدید دیگر معاونت قبول نکردم و دبیر ریاضی شدم. می‌خواستم هفته‌ای 4 روز کار کنم و بقیه وقتم را در خانه کنار فرزندانم بگذرانم و شاگرد خصوصی بگیرم. زندگیم یک آرامش نسبی پیدا کرد، اما لجبازی‌ها و بدخلقی‌های آهو ادامه داشت. وقتی آهو خواب بود، هیچ کس نباید نفس بلند بکشد و بقیه بچه‌ها از دست او خیلی عصبانی بودند. گاهی دعوایشان میشد، بچه‌ها هم به مدرسه میرفتند و من و آهو در خانه تنها میماندیم. اما او گاهی مرا نیز میزد، عذاب میداد. بعضی وقتها به سمتم بدجوری حمله میکرد و چون وزن سنگینی داشت به هم صدمه میزد. خانه جدید، محیط جدید و شغل جدید برایم نعمت بزرگی بود. فرصت فکر کردن پیدا کردم و به این نتیجه رسیدم که بچه‌هایم همگی باهوش و درس‌خوان هستند. اگر خدا بخواهد آینده آنها خوب خواهد بود. اما این آهو با این بیماری و اخلاق گندش چه در پیش دارد؟ فردایی که من نباشم هر کس سهمش را از این خانه بر می دارد و می رود. تکلیف آهو چه خواهد شد؟ هیچ کدام هم از او دل خوشی نداشتند. همه را اذیت کرده، کتک زده و گاهی گازهای بدی می گرفته بود. کدامشان حاضر می شوند از او نگهداری کنند؟ آیا او می بایست در دنیای دیگر هم غم من باشد؟ نه، باید فکری به حالش بکنم. یک روز که روز بیکاریم بود، به اداره کل آموزش و پرورش رفتم و برای یکی از مسئولین وضعیت آهو را مطرح کردم. او با نامه‌ای مرا به بیمه فرستاد. چند روزی در بیمه خدمات درمانی رفت و آمد کردم تا موفق شدم آهو را زیر بیمه خودم درآورم و بعد از من حقوقم به او تعلق بگیرد. یک روز بچه‌ها را دور خودم جمع کردم و بهشون گفتم که بعد از من حقوقم به آهو میرسد. از این خانه هم که 1/5 میبرد. شماها موظف هستید دست این خواهر بزرگتان را بگیرید، برایش خانه تهیه کنید و بهش سر بزنید. احترامش را نگه دارید. او خودش حقوق دارد و نیاز مالی به هیچ کدامتان ندارد. اما باید به او محبت کنید و تنهایش نگذارید. آهو همینطور که به حرفهای من گوش میداد گفت: مامان، من همه خواهر برادرانم را دوست دارم. اگر آنها را اذیت میکنم دست خودم نیست. آخه دلم میسوزد. چرا من نتوانستم درس بخوانم؟ چرا من با آنها فرق دارم؟ اما همیشه پیش خداوند دعا میکنم که آنها به جاهای اعلا برسند. به خدا خیلی دوستشان دارم.
آن صحبت‌های من و آهو اشک همه بچه‌ها را درآورد و قول دادند او را هیچ وقت تنها نگذارند. از آن به بعد پرخاشگری آهو کمتر شد و بیشتر برای خواهران و برادرانش دلسوزی می‌کرد. اگر یک وقت هم عصبی میشد، آن دیگر به بیماریش مربوط میشد و گناه او نبود. بچه ها به آهو احترام میگذاشتند و در طول سالها کم کم داشتند دوره متوسطه را میگذراندند و پیش میرفتند. وقتی دور هم می نشستند از رشته های دانشگاهی و علایقشان با هم حرف می زدند. پایان قسمت 6.